مالک یومدین کیست؟ مالک یومدین ظهورش در امیرالمؤمنینه. روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. مالک یومدین ظهورش در امیرالمؤمنینه. روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. آقا ابن رسول الله به امام صادق عرض کرد این حدیث از شماست که نقل میکنن لا یعبر الصراط الا من کان بیده سک او برات من ید علی بن ابی طالب. آقا جان روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که هذا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله. یازمات از کرد حتی الانبیا، پیغمبرها هم، آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا لازم دارن این. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا، فرمودن حتی خاتم الانبیا. مالک یوم الدین ظهورش در امیرالمؤمنینه. روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان. الحمد لله رب العالمین. همه حمد و ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. مالک یوم الدین. مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت فرما. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی که به آنان نعمت داده ای، نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان.